30 سال قبل 19 فوریه سال 1992 پرزیدنت وقت امریکا جورج بوش کلونی قرار درباره برقرار کردن مناسبت‌های دیپلماتی بین ایالات متحده امریکا و جمهوری تاجیکستان قبول کرد. از آن قبل امریکا هنوز 25 دکامبر سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و 14 فوریه سال 1992 کاتب دولتی امریکا جیمز بیکر از دوشنبه بازدید کرد و ضمن این سفر تاجیکستان و امریکا جهت استقرار روابط دیپلماتی به توافق رسیدند و 13 مارس سال 1992 همگی 3 هفته بعد قرار بوش در مورد استقرار روابط با تاجیکستان سفارت امریکا در دوشنبه در قبات 4 میمانخانه اوستو به کار سر کرد و ماه ایول همان سال اولین سفیر امریکا در تاجیکستان استنلی اسکودیرو به دوشنبه آمد. روز 19 فوریه پرزیدنت های تاجیکستان و امریکا امام علی رحمان و جوزف بایدن به مناسبت 30مین سالگرد برپا نمودن رابطه های دیپلماتی دو کشور با یکدیگر برقیه های تبریکی فرستادند. ایالات متحده امریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک رسان تاجیکستان به شمار رفته از سال 1992 تا امروز به تاجیکستان در عموم به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک های بلاعوض رسانیده است. امریکا از جمله به مبلغ 75 میلیون دلار به مردم تاجیکستان کمک های بشردوستانه در شکل غذا، سرپناه، لباس، داروواری، لوازمات طبی و حتی کمک مالیوی رسانیده. تنها به ساحه تندرستی تاجیکستان در این مدت به مبلغ بیش از 230 میلیون دلار کمک رسانیده است. همین طور از سال 1992 این جانب امریکا به تاجیکستان به مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. امریکا همچنین یکی از پشتیبان‌های اساسی مردم تاجیکستان در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس به شمار رفته. به تاجیکستان به طور رایگان چند میلیون وایه واکسن ضد این بیماری تحفه کرده است. امریکا همین طور برای رشد دموکراسی، مطبوعات آزاد، حمایت از حقوق انسان را 10 میلیون دلار کمک رسانیده. با مبلغ گذاری های امریکا در تاجیکستان 10 مکتب و بیمارستان ساخته شده. امریکا همچنین برای تقویت زیربنای اقتصادی از جمله رشته آبیاری و رشد ساحه‌های اقتصادی تاجیکستان هم کشاورزی، هم صنعت و هم سودا و خدمت رسانی 100 میلیون دلار کمک رسانیده است.